این عمران جان حال صحیح شد. خوب صحیح لقمه بخور خب. من دادانت کنم میتونی خوردم. اوه ماشاءالله این برنج برای پیشوان چی؟ الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. دادن پس؟ ماشاءالله خوش شدی؟ نه درباره نان بگم برو چطور بود نانتان مزه‌دار بود؟ دوستان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید به خوش سر حال باشیم. ما در یکی از رستوران های کابل که بهترین رستوران از غذای بسیار خوب داره برای یتیم ها خواستیم که از اینجا نام بگیریم امروز. انشاءالله این رستوران کفتری هست. اینجا همین غذای چاشت برای یتیم ها در نظر گرفتیم. از اینجا آمدیم کاردر بدیم نانشان آماده کنیم. انشاءالله باز نان در اونجا پروگرام شه تنظیم شه برای شما نشان بدیم تا بتانید که غذای صحی و خوبش برای یتام باران رحمت آماده بسازیم. جان سپاس از کسایی که کمک کردن تا ما لبخند از طریق شما بر لبای یتیم ها بیاریم. سلام علیکم. تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز امید که خوب و خوش سر حال بوده، لباس عافیت بر تن داشته، از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. عزیزان گرانقدر شما شاهد باشین که باران رحمت فعالیت‌های متعدد را در عرصه خدمات برای هموطنان عزیز انجام داده. ما امروز در دارالیتام باران رحمت قرار داریم. یتیم‌های نازنین شما می‌بینین که ما 20 نفر هستند. شما حالتشان ببینین. انشالله ما یک برزینا البسه بود در نظر گرفتیم تا می کالایی که فعلا انشالله بر شما با تصویر میکشه شما چک کنید ببینید که وضعیت کالای زی بیچاره بسیار زیاد خراب است. انشالله ما کالای زیانا را فرمایش دادیم، بر خیاط برده بودیم، کالایشان منظم دوخته شده، بوتایشان منظم آماده شده. انشالله یکی از اینا ضرورت به کفالت داره. عزیزان تا به حال ما نتونستیم که کفالت درستی یتیم ها را به دوش بگیریم، به خاطر که دوستان را که وعده کرده بودند به وعده خود متاسفانه جامعه عمل نپوشاندند. شما لطف کنین که ما را تنها نگذارین. شما کسایی که وعده کرده بودین وعده تان در نزد الله متعال ثبت است، از او خاطر شما ما را تنها نگذارین تا ما بتونیم که کفالت درست از اینا شروع کنیم. و همو وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم است که کسی که کفالت یتیم به دوش میگیره در بهشت با رسول الله صلی الله علیه و سلم که به انگشت خود اشاره کردن یک جای می باشه، یک مقام بس بلند است. از او خاطر ما امروز یک قدم دیگر را برداشتیم تا ما در قدم اول یک یونیفرم درست برای تمام یتیم ها جور کنیم و یک جلد قرآن عظیمشان برشان هدیه کنیم. و امروز انشالله از یکی از بهترین رستوران های کابل که به نام کفتری است ما فیلمش گرفتیم، اونجا بر زینان نان فرمایش دادیم که اینها کسایی که پدر ندارن و روزها نخواد یک غذای صحی خورده باشن، انشالله برشان امروز غذای صحی و مزه‌دار برشان انشالله میخورانیم. یک جای با هم غذا را میخوریم. حال ما میریم به ترتیب انشالله کالا رو برشان توزیع میکنیم. در جای است اینا کالای خود تبدیل میکنن. شما باز هر کدامشان بر شما به تصویر میکشن که حالا فعلا کالاکایشان در چی وضعیت قرار داره. کالایی که نو میپوشن انشالله بوتای بسیار زیاد با
کیفیت بلند برشان گرفته شده. دیگه عزیزکا شما میبینین اینا، ببینین خرد طفلکا هستن، یتیم هستن، ضرورت به کفالت دارن. شما از پیسیتان نترسین، در نزد الله متعال ثبت نباشن. شما ما را کوشش کنین بخش باران رحمت یتیمخانه شو تمویل کنین تا ما بتانیم که سرپرستی یتیم به درست پیش ببریم و شما هم شامل مزد پاداش در نزد الله متعال شوین. دیگه من شما رو زیادتر منتظر نمیمانم، اینجا مفتاب است، مکالمه‌های زینا رو توضیح میکنم. ان شاء الله هر کدامشون یک نفر میرن. باز دوباره بر شما یک تصویر میکشیم که با لباس نو چه قسم اینا معلوم میشن. عزیزان گرانقدر، قسمی که من پیشتر بر شما عرض کردم، لله الحمد کالای بسیار عالی، بوتای بسیار منظم، کلاه و یک جلد قرآن عظیمشان بر هر یتیم عزیز در نظر گرفته شده. شما کیفیت های بوتا رو شاید مشاهده کنین که بسیار زیاد کرمچای چیز است، خوب است، کوالیتیش بسیار زیاد بلند است و ما این 20 دانه یتیم در خیاطی بردیم و به هر کدامش تکه خریداری کرده، اندازش گرفتیم و ایده دوختیم که انشالله اینها را ما یک دانه برشان تسلیم میکنیم که اینا بپوشند با نمو مکمل بود، لباس، کلاه، پس دوباره حضور پیدا کنند تا لبخند به لبانشان بیاید و ما بتانیم خدمت اعطام به صورت درسته که هست انجام بدیم. عزیزان گرانقدر، کسایی که کمک کردن، خصوصا برادر عزیز ما که یعقوب جان هستند، کمک کردن امروز برای یتیم ها یونیفرم در نظر گرفتن. ما با کمال صداقت انشاءالله اینا رو برشان توضیح میکنیم. جهان سپاس، مزدتان در نزد الله متعال باشه. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أياها. الحمدلله دوستان عزیز، بسیار زیاد جای خوشبختی است که اطفال نازنین پیشتر شما دیدین تمام یونیفرمشان الحمدلله جور تیار و در جانشان شد، بوتکایشان هم منظم، کلاهایشان هم در سرشان و به هر کدامشان هم یک جلد قرآن عظیمشان هدیه داده شد. انشالله فقط این تصویر بر شما کشیدیم، در لبهای همشان خوشی است، لباسهای منظم برشان ترتیب شد. حال بخیر نوبت نانخوری است، هر کدام زینا رو سوق میتیم به طرف صنفشان. انشالله یا میرن به طرف صنف خود و از اوجا برشان پروگرام غذا که هست او را تهیه میکنیم. إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس. عزیزان این پکیج بسته هستند
برنج است، قابلی پلاو هست، سالنش است، نانش است، ماهاوش است. این دیگه داری عزیز ما میدیم این هم آب بدیم دم جای الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة. عزیزان گرانقدر هنا شما جریان توضیح می‌بینید. ما نان از بهترین رستوران کابل کافتریا گرفتیم که هر بسته نان ما تقریبا 250 روپیه تا یک تا 260 روپیه تمام شده. قابل پلاو بسیار مزه‌دار همراه سالن و همراه نان و تمام مسائل چیزشان که استاد کنیم ان شاء الله که دیگه شنو توضیح کنیم. خب نان عزیزان توضیح کردیم دیگه. نان پرسنل هم است، کسایی که ما کار کردن دوست عزیز ما گفته بود که باشون نان بگیرین. ان شاء الله ما برای نان گرفتیم، بر ما اجازه کرد نان بخوریم. ان شاء الله که ما نان میخوریم. میریم داخل ببینیم که وضعیت یتیمان چه رقم است. رحمت جان هم اینه کم کنی کرد. ان شاء الله شما ببینید غذای بسیار زیاد مختلف است. عزیزان سکنید قابلی پلاو است که بسیار زیاد الحمدلله به اندازه کافی. گوشت هم شما جان اگر نزدیک کنین گوشت بهترین گوشت است. سالندش هم است، سبزی است، دال نخات است و ترکاریشان بوتل ها است. ان شاء الله از نوش جان کد نانک تا بخور. ها چطور خوش شدی؟ ها نه ایلا به ایلا خنده دلوا آمد. نه گوش نشده بودیم زیاد. ها گوش نشده بودیم زیاد. الحمدلله این یتیمکا نان را میخورن به ترتیب برشان منظم چیده شده و انشاءالله که این تفلک هست. این استکش چطور نمیرسه در برنج ما اینو برش پیش کنم. نه عمران جان حال صحیح شد، خوب صحیح لغمه بخور. او مددانت کنم میتونی خوردن. اوی ماشاءالله این برنج برکش سنگه خوان ورکوی وقت نرده نگذارم خبری مختار چطور است؟ نان مزدار است؟ بدنت است؟ این عزیزان دیگه ترتیب شده. تو چرا نمیخوری؟ نان تا بگی بخوری؟ چرا؟ دلت نمیشه؟ تمام عزیزان میخوایم که شما لطف کنید پروگرام های باران رحمت دوستان در بخش دارویتان کمک کنید که بتانیم ما خدمت برای اطفال یتیم مستمر کسایی که سرپرست میکنن انجام بدیم. عزیزان گرانقدر بدون کمک شما، بدون مصارفی که شما روان میکنید ما نمیتونیم که این یتیم‌ها را برشان غذا تهیه کنیم، در لبانشان لبخند بیاریم. الحمدلله توسط کمک‌های شما ما تونستیم که امروز بهترین غذا و صحی‌ترین غذا. شاید اکثر یتیمک‌ها و ماها شاید اینا گوشت نخورده باشن یا میتونن غذای لذیذ نخورده باشن. الحمدلله امروز شما می‌بینید که غذای بسیار مزه‌دار برای اینا آماده شده و یا به خوشبختی و این براتون بگم که الحمدلله غذا بسیار زیاد است. ما برشان وعده دادیم که تا جایی که خورده میتونن بخورن باقی ماندهش انشاءالله اینا میتونن که همراه خود خانه ببرن، مادر جانشان همراهشان صرف کنه، یک تحفه باشه از طریق باران رحمت تا که مادرکایشان هم ببینن که چی غذای مزه‌دار را اولادایشان امروز در یتیمخانه باران رحمت صرف نمودن. نور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى
عزیز دیگه ما مثلا نوم دست شده؟ رحمان څنګه خیم ته خپل نظر وایا کالی باندې بوتان څنګه وو ډیره مننه کوم د دې سړي چې موږ ته کالي راوړه ډوډۍ راوړه او بوټان یې راته واخیسته خولۍ واخیسته ډېر مننه کوم چې موږ ته ډېر وخت ښه شیان نه وخوړل موږ ته یې ښه هغه راوړه ترکاري ډوډۍ شیان ماشاءالله 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 الله مو خوشحال لره قرآن شریف هم تاسو ته ورکړل که نه تا قرآن شریف وایي قرآن شریف ولولئ کوم سوره ستا زده ده دا اوس ته قرأت وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. عزیزان دیدین آیت را که خوانده اینجا یاد از دادن طعام بر مسکیناست. کسایی که کمک کردین انشالله مزتان دنست در الله متعال ماشاءالله ماشاءالله دیره ماشاءالله دیر خایسته تلاوت دوکرد الله تست اجر در کی او هغه کسان چې کمک کرده هغوی ته هم یو دعا وکړه البته هغوی ته جنت فردوس په نصیب کړي الله د یو عمر زیات کړي چې موږ سره کمک کوي ماشاءالله ماشاءالله الهی آمین 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 دیره مننه عزیزان یک برادرک دیگه خود همراه خود داریم نامک چی است؟ عمران جان چقدر شد پدرک فوت کرد؟ 6 سال میشه. تو خیلی بسیار خورد بودی یاد نمیاد؟ خب عمران جان چطور است؟ بوتکای کالای بدنت است؟ ماشاءالله خوش شدی؟ نه درباره نان بگم برو چطور بود نانتان مزه‌دار بود؟ ماشاءالله خوش شدی انشاءالله. اون کسایی که کمک کردن برشان چی گفتنی داری؟ هیچ گفتنی ندارم. خیلی دیگر نمیگی که برتان کمک کنه تا شما درس بخونید تعلیمتان درست شود؟ کمک کنیم درس بخونیم در خانه کی کار میکنه؟ در خانه تو خود چیز کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ مسکین فروشی مکتب رو میخونی یا مکتب نمیخونی؟ صنف چند هستی؟ صنف 4. اجزایی سعی کنید بعد از مکتب اینا میرن مسکین فروشی میکنن. کسایی که وعده کرده بودین لطفاً به وعده‌تان وفا کنید تا ما یار سرپرستیشان به صورت درست به دوش بگیریم که برشان زمینه درس تعلیم فضای خوب برشان آماده بسازیم. بسیار زیاد تشکر. خداوند خیرت بده انشاءالله. خدا مهربان است که ما شما باز ببینیم کار خوب کنیم. مال کارا و یاد بدل دست کنیم. تشکر. موفق باشید.